هشتم سپتامبر 1982 تیرکش روستایی در کردستان مرکزی. نیروهای دولتی به کنسیو و تپارش دهکده‌های مجاور این روستا با توپخانه و هلیکوپتر حمله بردند. این خانواده در حال نقل مکان از منطقه خطر است. زن روستایی به یکی از همکاران رادیو کردستان میگوید 4 هلیکوپتر دهات مجاور را با راکت مورد حمله قرار دادند. او 4 فرزند دارد و نمیداند به کجا پناه برد. مردم با حمله نیروهای خمینی آواره میشوند. این تصویری روزمره از جنگ کردستان است. ما در دهکده لاون 10 کیلومتر دورتر از تیرکش هستیم. این دهکده را ساکنین آن 8 هفته قبل ترک کردند. بیش از 100 خمپاره به خانه‌های انگشت شمار این دهکده اصابت کرده است. ساکنین دهکده باز نگشتند چون می‌دانند که قوای دولتی هنوز در 4 کیلومتری اینجا مستقر است. با اینکه رزمندگان حزب دموکرات کردستان ایران حملات پاسداران و نیروهای ارتشی و بسیج را به عقب راندند و منطقه را تحت کنترل خود دارند. آوارگان اغلب دارایی مختصر خود را با تراکتور حمل می کنند و در گودالها و در کمرکش تپه‌های اطراف جان پناهی می یابند. این دهقانان منتظرند تا روزی بتوانند به خانه‌های خود بازگردند. بسیاری از مردان با خود سلاح حمل می کنند بدون اینکه در شمار رزمندگان فعال حزب دموکرات کردستان ایران باشند. اما جوانی یک بین او من داله میارم تا کان اما دزمانی شیوانی چخون ندی. اگر ما دست از جنگ برداریم فرزندان ما نبرد را ادامه خواهند داد. این را پیرمرد سال خورده میگوید که با همه افراد خانواده‌اش و چند تن از همسایگانش در شکاف بزرگی در کمرکش تپه زندگی می کند. 8 هفته از اقامت آنها در اینجا می گذرد. آن طرف تپه نیروهای خمینی سنگر گرفتند. نیروهای رزمندگان کرد به روی تپه سنگر دیدبانی مستقر کرده و آماده اند. مردم در جنگ خودکفا شدند، حتی دوزنده خود را دارند و کوشش می کنند به خارج از واحد زندگی خود وابسته نباشند. آوارگان اغلب دامداری می کنند. سحرگاهان شیر دوشیده می شود. اگر جنگ نبود انسان خود را در آرامش چراگاه یک قبیله احساس می کرد. شیر، ماست، کره و دوغ با نان لواشی که مدت زمانی طولانی قابل نگهداری است غذای اصلی کردهاست. سنت وابستگی خانواری و قبیله‌ای یکی از علل تحمل جنگ 3 ساله است. دهکده‌هایی که در دره‌های اطراف و دور از جاده‌های اصلی و شاهراه‌ها قرار دارند به ندرت مورد حمله سپاهیان خمینی قرار گرفتند. با اینکه به خاطر محاصره دولت خمینی رابطه بسیاری از این دهکده‌ها با جهان خارج قطع شده است، زندگی مردم اینجا تغییر چشمگیری نکرده است. در زمان شاه نیز بودجه‌ای برای توسعه این مناطق کردنشین وجود نداشته است. زنان کرد برگ‌های زرد تنباکو را جمع می کنند. تنباکوی سراسر کردستان از این منطقه تأمین می شود. بخشی از تنباکوی این منطقه در بازارهای عراق و ترکیه به فروش می رسد.
همانند صدها سال قبل علوفه به دهات حمل می شود تا گله های دام بتوانند زمستان های سنگین و پربرف کردستان را پشت سر بگذارند. حیوانات وسایل اصلی حمل و نقل در منطقه اند. تراکتورهای معدودی را که در دسترس است فقط برای کارهای دشوار مزرعه و حمل و نقل مسافت‌های طولانی مورد استفاده قرار می‌دهند، چون با کمبود مواد سوختی روبرو هستند. کشاورزان اغلب ناچارند که محصولاتشان را خود حمل کنند. ایوه در جاده ها گله های دام دیده می شود. با وجود جنگ تعداد دام ها در کردستان افزایش یافته است. کشت غلات در بعضی از مناطق کردستان بیش از محصولات دیگر رواج دارد. خرمنکوبی آنها گاهی هنوز به ساده ترین وسیله قابل تصور صورت می گیرد. ساعات متمادی مردی با گاو به دور دایره‌ای در حرکت است. دهقانان قسمتی از محصول خود را به عنوان مالیات و برای تأمین هزینه جنگ به حزب دموکرات کردستان می دهند. مساحت کل منطقه تحت کنترل حزب دموکرات و دیگر سازمان‌های اپوزیسیون در کردستان ایران در پاییز 1982 5 برابر خاک لبنان است. با وجود 3 سال حملات پیاپی، خمینی حتی موفق نشد نیمی از 7500 دهکده کرد نشین را تحت کنترل نیروی خود درآورد. حدود 2 میلیون نفر در کوههای کردستان و مناطق آزاد شده و خارج از حوزه نفوذی او زندگی می کنند. اهالی دهات شوراهایی تشکیل دادند و فعال در تعیین سرنوشت خود شرکت می کنند. اما زنانی که در اینجا مشغول به کارند در زندگی سیاسی هنوز هم شرکت فعال ندارند. شرایط زندگی محدود و ساده است. غالباً در دهات برق وجود ندارد. چشمه‌های آب اندک برای رفع احتیاج مردم کافی نیستند. کمبود بهداشت هنوز همچون گذشته علت اصلی بسیاری از بیماری‌های مصری است. کودکان نه تنها در محافظت از دام و کار در مزرعه بلکه همچنین در پختن نان شرکت دارند. در اینجا در یک پیش از ظهر برای مصرف 3 ماه نان تولید می شود. نان تهیه شده از غلاتی که خود تولید می کنند غذای اصلی خانواده بزرگ کرد هاست. الان باید برای که برای زمین هی و هیچ دیگه نه. کما زمینه که هی پیو برای ناسینو اما اقلام من کده اگر شابر و شارویش خمینی اگر لی خراب ترو. الان من فقط مالک یک قطعه
تضمین هستم. ما همه تلاش خود را به کار بردیم تا شاه برود. خمینی آمد و با آمدن او همه چیز بدتر از زمان شاه شده است. ما در زیر هجوم توپخانه، هلیکوپتر و زیر بمب‌های ناپالم آرامشی نداریم. آنها دائما مزاحم ما هستند. ما اصلا زندگی نداریم. مسلماً بهتر است جنگ خاتمه پذیرد تا ما بتوانیم به کسب و کار خود بپردازیم. در این شرایط ما به خاطر تجاوزات خمینی هیچ فعالیتی نداریم. این نبرد به ما تحمیل شد. خمینی جنگ را به پا کرده است. چنانچه وضع وخیم‌تر از این هم شود شدیدتر خواهیم جنگید، زیرا خمینی ما را مورد حمله قرار داده است. هیچ راهی به شهرها وجود ندارد. دهات و دره ها مورد محاصره سربازان قرار دارند. از این روز که می جنگیم. ما چیزهای زیادی در این جنگ از دست داده ایم و در آینده بیشتر از دست خواهیم داد. ما امنیتی نداریم. آنها به ما هیچ چیز نمیدهند، نه برنج نه نفت. خود مختاری اوه جندنتین دنیا خدا به اوه بازمانی خوب بخوینینو اوه دکترن لنی و خوبه اوه برخن لنی و خوبه. خود مختاری یعنی ما زندگی خود را داشته باشیم، به زبان خودمان سخن بگوییم، پزشکان از خود ما باشند، این که ما برق داشته باشیم، این که همه چیز مال خودمان باشد، این که ما سرور خود باشیم. این معنای خود مختاری است. در حالی که نیروهای رزمنده کرد مناطق روستایی را در کنترل خود دارند، قوای حکومتی همه شهرهای بزرگ را اشغال کرده است. پس از نبردهای سنگین، حاکمان تهران اکثر جاده‌های ارتباطی کردستان را زیر چتر نظامی خود گرفتند. رزمندگان کرد دشمن را در شهرها از طریق عملیات چریکی تضعیف می کنند و از مناطق آزاد شده در یک جبهه باز دفاع می شود. همین که نیروهای دولتی حمله می کنند، صدها داوطلب پشت خط دفاع به نیروهای پیشمرگه می پیوندند تا در دفاع به همرزمان خود کمک کنند. اینجا در تیرکش پیشمرگان، اعضای قوای نظامی حزب دموکرات و اعضای قوای داوطلب و مردم عادی مسلح دوش به دوش هم می جنگند. در مقابل 100,000 نفر پاسدار، بسیجی یا سربازان خمینی، فقط 11,000 نفر رزمنده دائمی حزب قرار دارند. اما هر جا که ضروری باشد، داوطلبان نیروی ذخیره 50,000 نفری کرد به آنها می پیوندند. برخلاف واحدهای خمینی، کردها در گروه‌های کوچک می جنگند. امروز 8 سپتامبر 1982 است و ما در فاصله 15 کیلومتری جنوب شهر پیرانشهر هستیم. در این منطقه جنگ سختی در جریان است. نیروهای دولتی به کمک توپخانه از روی بلندی‌ها حمله ای را آغاز کردند. جنگجویان کرد در این حملات از مناطقی که دشمن برتری دارد عقب نشینی کرده و در مواضع قابل دفاع و در کمین‌ها به دشمن ضربه می‌زنند. دستگاه تبلیغاتی رژیم همیشه ادعا کرده است که در هر حمله ده‌ها و صدها به اصطلاح ضد انقلابی را کشته است، ولی در منطقه شاهدیم که این همه جز لافزنی نیست. گروه‌های بسیار کوچک پیشمرگه در حین عملیات به ندرت آسیب پذیرند و غالباً 1/10 دشمنی که آشنایی به منطقه و راه‌ها و جاده‌های صعب العبور ندارد تلفات می‌دهد. دستگاه تبلیغاتی خمینی بمباران‌های خود را علامت پیروزی می‌داند، در حالی که ادامه جنگ و تلفات سنگین رژیم نشانه شکست اوست. کردها با اسلحه‌ها و آذوقه‌های مصادره شده از قوای دولتی و تلفات اندک یارای مقاومت مؤثر دارند. ناگهان یک گروه از پیشمرگان حمله تهاجمی را بر علیه قوای دشمن آغاز می کند. آنها یک مسلسل و یک ضد هوایی سبک را در یک موضع جلوتر مستقر می کنند. سربازان دشمن به دلیل منطقه جنگلی نمی توانند این پیشروی را مشاهده کنند.
یک پیشمرگه از صحنه نبرد گزارش می‌دهد. ماشینشان که هاتفو بودی وی کوت بردست رژی پیشمرگکان. خوشبختانه دشمن شب گذشته نتوانست پیشروی نماید. آنها با 4 هلیکوپتر پیشمرگان را مورد حمله خمپاره و موشک قرار دادند، اما همه ما سالم هستیم. پست‌های نگهبانی آنها دائما مورد حمله ما قرار می‌گیرند. خمینی همه مخالفین خود را کافر می‌نامد تا هواداران خود را تحریک کند، ولی امروز دیگر بر همگان روشن شده است که نه همه کسانی که مخالف خمینی هستند غیر مذهبی اند و نه همه هواداران او مسلمان. ملا رحیم عباسی یکی از روحانیون کردی است که از مهاباد مجبور به فرار شده است. شری مذهبی نیه، چون همو ملتانی دنیا دزانن ملتی کرد یک زار زور لمیجه. به نام خدا، خلق کرد در یک جنگ مذهبی شرکت ندارد، بلکه همان گونه که همه خلق‌های جهان می‌دانند مبارزه او به این خاطر است که از گذشته‌های دور تمامی حقوق بشری از او ربوده شده است. خلق ما سالیان درازی است که برای حقوق اسلامی و انسانی خود می‌جنگد. خلق کرد خواهان آن است که حقوق بشر یعنی آزادی در مورد او و دیگر خلق‌های جهان تحقق یابد. مسئله به این صورت است. فقط به اعتقاد خمینی این جنگ یک جنگ مذهبی است، اما آنچه مربوط به دموکراسی است، بر اساس قوانین اسلامی دموکراسی با اسلام تضادی ندارد. حتی هر دوی آنها تشکیل یک ضرورت متقابل را می‌دهند، یعنی آنجا که اسلام وجود دارد دموکراسی هم باید باشد و بالعکس. هر کجا هم که دموکراسی وجود دارد اسلام نیز باید باشد. به این ترتیب دموکراسی و اسلام هیچ تناقضی با هم ندارند، بلکه هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. بلکه زورش موافق دگل مفهوم اسلامیه. پایگاه اصلی حزب دموکرات در یک دره صعب العبور قرار دارد. دبیر کل عبدالرحمن قاسملو 1 سال پس از انقلاب توسط مردم برای نمایندگی در مجلس انتخاب شد. دموکراسی من با ایران دوی، خودمختاری من با کردستان ایران دوی. خواستهای ما روشن است. ما خواهان دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان هستیم و به خاطر آن هم به نبرد ادامه می دهیم. چنانچه ما به اهداف خود نائل شویم واضح است که سلاح‌ها را بر زمین می گذاریم. ما جنگ طلب نیستیم، بلکه بالعکس ما خواهان صلح هستیم. ما تلاش کردیم به خواستهای خود از طریق مسالمت آمیز نائل شویم، ولی متاسفانه رژیم خمینی برای ملت ما تنها گلوله به ارمغان آورد. به این جهت برای ما راه دیگری جز دفاع از حقوق و آزادی هامان وجود ندارد. تا کنون در این جنگ 15,000 کرد کشته شدند. اکثر آنها مردم عادی بودند که قربانی بمب‌ها و گلوله‌های توپ شدند. مجروحین و زخمی ها همچون گذشته به صورت موقتی در واحد درمانی پرستاری می شوند. از 4 روز قبل رژیم 2 پایگاه نظامی ایجاد کرده که دائما ما را با خمپاره انداز و موشک گلوله باران می کند. ما دیروز در منزل بودیم که خمپاره‌ای به آن اصابت کرد. من انسان بیگناهی هستم. من نه جنگیدم و نه با توپخانه سر و کاری داشتم. بیش از همه پزشکان فرانسوی مدت 2 سال است که به کردستان می آیند تا به ضروری ترین خدمات پزشکی بپردازند. در اینجا هرچند در شرایط ابتدایی عمل جراحی نیز صورت می گیرد. این بیمارستان 2 روز پس از فیلمبرداری به تصرف قوای دولتی درآمد، اما در مناطق دیگر کردستان کار ساختمان واحدهای درمانی در جریان است. پزشکان فرانسوی کودکان کرد را مایه کوبی می کنند. با شرمندگی باید گفت که از هزاران پزشک ایرانی مخالف خمینی در خارج که درآمد سرشاری هم دارند در کردستان خبری نیست. از 1.5 سال پیش کودکان در مدارس به زبان کردی آموزش می‌بینند. مسئول یک مدرسه می‌گوید 500 معلم من هست که در 2 دوره کوتاه مدت سالی 60 و سالی 61 تربیت می‌کنند. ما در مناطق آزاد شده 500 معلم داریم که طی 18 ماه گذشته در 2 دوره فشرده آموزش داده شدند. از آن زمان تا امروز حدود 11,000 شاگرد تحت تعلیم قرار گرفتند. این دوره‌های تعلیماتی را کسانی اداره می‌کنند که در دایره تربیتی حزب تعلیم یافتند.
ما خوشحالیم از اینکه پیشمرگان در کردستان و جهان شهرت دارند. ما می‌دانیم که تاکنون تنها این یک بازوی خلق واقعا فعال بوده. به خاطر اینکه بازوی دیگر را هم به حرکت درآوریم، از دایره تربیتی حزب استفاده کردیم. ما کتاب‌های متناسب با وضعیت فرهنگ، سنت و نوع زندگی خلق کرد به رشته تحریر درآوردیم و این کتاب‌ها مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. کودکانی که همواره میبایست زبان دیگری را بیاموزند، اکنون میتوانند به زبان مادریشان آموزش ببینند و پیشرفت بسیار خوبی دارند. از آنجا که حکومت مرکزی جاده‌های ارتباطی را تحت کنترل دارد، واحدهای ساختمانی جاده‌های جدید احداث می‌کنند و پل می‌سازند. مساله ساختمانی مورد استفاده سنگ، چوب و ماسه و گاهی سیمانی است که از میان خطوط دشمن عبور داده شده است. کاک جلیل، مسئول امور فرهنگی و اجتماعی در دفتر سیاسی حزب دموکرات، هنگام بازدید از کارهای ساختمانی میگوید: شما میدانید ملت ما در همه زمینه‌ها مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی. اما با این همه همچنین در زمینه ساختمانی و ایجاد رفاه نیز فعال بودیم. در فاصله 3 سال گذشته حدود 7000 کیلومتر جاده در کردستان ساخته شده است و این به مراتب بیشتر از مقداری است که در 50 سال دیکتاتوری شاه ساخته شده است. در گذشته تنها عابر پیاده و یا شاید حیوانات می توانستند از یک باریک راه عبور کنند. اکنون با کمک مالی مردم این پل ساخته می شود. از نظر اقتصادی این کار می تواند کمک بزرگی برای تمام کردستان باشد. کار ساختمان این پل 10 تا 20 روز دیگر تمام می شود و ما امیدواریم که این پل تسهیلات زیادی برای مردم به وجود آورد. کردها با محاصره اقتصادی 3 ساله با روش‌های خاص خود مقابله می‌کنند. با کاروان قاطر از طریق کشورهای همسایه ترکیه و عراق کالا به کردستان حمل می‌شود. مناطق مرزی در نقطه تلاقی 3 کشور که در همه آنها کردها ساکنند توسط دولت‌های مرکزی این کشورها همچون گذشته قابل کنترل نیستند. در بازارهای دهات نزدیک مرز کالایی پیدا می‌شود که در تهران رسما برای فروش عرضه نمی شود. در بازارهای کردستان حتی سیگار خارجی و دستگاه ویدیو نیز به چشم می خورد. این دهکده در 18 ماه گذشته ایجاد شد. بسیاری از ساکنین آن از شهرهایی می آیند که در کنترل قوای نظامی خمینی قرار دارند. در اینجا علائمی از یک فرهنگ شهری کوچک وجود دارد. کردها مراکز جدیدی برای خود ایجاد می کنند. اینها همه نشان دهنده این واقعیت است که مبارزه نظامی حکومت مرکزی بر علیه کردها محکوم به شکست است، زیرا کردها دارای چنان دینامیزم فرهنگی هستند که در هر شرایطی قادرند زندگی جدیدی را سازمان دهند. اینان جوانانی هستند که خمینی برای در هم شکستن مقاومت کردها گسیل داشته و ماهاست که در این زندان اسیرند. اما برخلاف زندانیان آیت الله ها که روزانه در زندان با شکنجه، ضرب و شتم و مرگ روبرو هستند، در این زندان دیده می شود که زندانیان از اینکه دیگر مجبور به جنگ با هموطنان کرد خود نیستند خوشحالند.
زندانیان افرادی به چشم می‌خورند که طرفدار سازمان مجاهدین شده و روزنامه سازمان را عرضه می‌کنند. بسیاری از زندانیان می‌گویند که بیخبر از جنگ علیه کردها به جبهه معرفی شده و گمان می‌کردند که برای جنگ علیه عراق می‌روند. برادرزاده یک سیاستمدار مشهور تهران حاضر به اظهار نظر و توضیح وضعیت عمومی خود در مقابل دوربین نشد، زیرا نگران بود که با افشاگری‌های او رژیم به اعمال انتقام جویانه علیه کردهای زندانی دست بزند. یکی از پاسداران زندانی در خاطرات خود از موسوی تبریزی رئیس دادستانی انقلاب سخن می‌گوید. موسوی چی رئیسی دادگاه انقلابی تبریز بود. دختراش اعلامیه رو پخش می‌کردن، ما میگفتیم ما چه میخوام اعلامیه ها را که از دست اینها بگیریم درگیر میشیم، ملت ما را اذیت میکنن، میزنن. نظر شما از این باره چیه؟ به ما دستور داد که دیدین که اعلامیه رو پخش میکنن بزنین بکشین، هر جا هم گرفتن بیاین پیش ما، من شما را اینجا آزاد میکنم. گفت حتی با تاقی هم شد شکمشونه پاره کنه. خود سید موسوی این دستور خودش به ما داد. یکی همینی که تو تبریز متریک نشسته بودیم، داماد سید موسوی سید اسکر با ما صحبت میشد، دیدیم تیراندازی شروع شد. ما رفتیم تو خیابون، دیدیم یه نفر داره فرار میکنه. پاسدارم دنبالش می‌کردم، با تفنگ زدم مغزش داغم شد. بعداً ما پرسیدیم که این چیکار است، گفتن سال دوم دانشجوی مغزشم داغم شده بود تو خیابان. گفتم بچه محاباتی پوشم بهش دادم. یکی هم چه مهندس ایرانی شاهدهاشون پاسدارا بود، نماینده شریعت مداری بود تو تبریز. گفتن شما 40,000 تا نشریه به اردبیل فرستادی، اونجا گرفتنش و کردستان دست داشتیم. 7 هم دختر داشت، شب جمعه اعدامش کردن. وضعیت این پاسدار استثنایی نیست. رفتار انسانی در این زندان بسیاری از هواداران خمینی را به خود آورده است. بعضی از زندانیان روزها در کار ساختمانی درون زندان و برای گسترش امکانات رفاهی ساختمان اقامتگاه خود کار می کنند. این گسترش ضروری است، چرا که تعداد اسرای جنگ روزانه افزایش می یابد. در ازای کارشان آنها روزانه 60 تومان که حداقل دستمزد رسمی در ایران است دریافت می کنند. زندانیان خود غذا می‌پزند، غذای آنها بهتر و مفیدتر از حد معمول در کردستان است. حفاظت از زندان به عهده پیشمردان مسلح است. ضوابط امنیتی خاصی در آنجا وجود ندارد، چرا که کسی قادر به فرار از راه‌های کوهستانی و صعب العبور کردستان نیست. بعضی از زندانیان حتی بیشتر مایلند تا پایان جنگ در زندان بمانند، زیرا احتمال می‌دهند مجدداً به جبهه‌ها اعزام شوند. در این زندان مجرمین عادی مناطق آزاد شده که تعدادشان ناچیز است نیز دیده می‌شوند. کردها از رفتار انسانی خود با زندانیان احساس غرور می‌کنند. بدون شک این زندان آلترناتیوی در مقابل زندان‌های ضد بشری و قرون وسطایی خمینی است. اینجا مقر فرستنده رادیویی حزب دموکرات کردستان است. در این چادرها و با وسایل ابتدایی اخبار و گزارشاتی که روزانه 3 ساعت به زبان کردی، فارسی و ترکی پخش می‌شوند تهیه می‌شوند. در شرایط حاضر این رادیو مهمترین وسیله ارتباطی حزب با رزمندگان خلق کرد و مردم مناطق دیگر ایران است. رادیو صدای کردستان حداقل دارای 2 میلیون شنونده است و در سرتاسر ایران شنیده می‌شود. سازمان مجاهدین خلق نیز از این فرستنده برای پخش برنامه‌های خود استفاده می‌کند. این سازمان و حزب دموکرات بزرگترین سازمان‌های تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت ایرانند. کردستانی ایرانا بسلاو لجوگر برزکانو پیشمری قهرمانکانی حزب گل. این صدای کردستان ایران است. سلام بر شنوندگان، پیشمرگان حزب و خلق. اینک از صدای کردستان اخبار به سمع شما میرسد. سردشت،
آنطور که اطلاع یافتیم یک گردان ارتش حمله وسیعی را از سه طرف به سوی یک پل در نزدیکی سردشت آغاز کردند، اما رزمندگان ما از گردان 11 شهید معینی راه پیشروی دشمن را سد کردند. اعضای یکی از پایگاه‌های پیشمردان حزب دموکرات از سنگر خود خارج می‌شوند. آنها با وجود برتری نفرات و ابزار جنگی دشمن به پیروزی خود اطمینان کامل دارند و به رقص و پایکوبی می‌پردازند به امید پیروزی نهایی خلق کرد.